خواهرای عزیزم، میخوام که امروز یک پیرهن ابین کلاید کوتاه کنم و برای شما راهنمایی کنم. کسایی که دوست دارن ببینن انشالله شما میبینید که لباس من دودلا تا دادم رو هم گذاشتم به خاطر که پشتش پشت بلنده و جلوش کوتاه‌تره. به همون خاطر من حال اندازه گیری میکنم همونطوری که سنجاق به تنش سنجاق زدم و قسمت جلوش 4 سانت کوتاه میشه، کمی جلوتر که میایه 5 سانت کوتاه میشه، کم کمک میره همونطور رو به پیش رو به پشتش 8 سانت 8.5 تا اینجا میشه بقلا 9 تا کم کم 9.5 دیگه 10 15 الی 19 و این قسمت 20 سانت این 20 سانت کوتاه میشه. پشتش بخیر قشنگ گرد و مگرد همه جا بیایه. الان این خود سنجاق زدم و از من کمک چون خط کردم مشخص است که چقدر کوتاه میشه. رو همون خطی که خط کردم شاید گفته باشین چرا زاپاس نمانده. نیاز به زاپاس نداره، 1 سانت هم داره. بعدشان میگیریم جلو آینه که ببینم چطوری هست. از این قسمت کمارش نگاه میکنم کاملا پایینش برشش عالی هست، برابر است. حالا میرم به ماشین نخر عوض میکنه. نخر رنگ خودش میگذاره. نخاشه که عوض کردیم. بعد رو هم چنان پای ماشین رو عوض میکنید و توسط یک پای تختی که داره صفحه روی عوض میکنه. هم میگم تخت هم صفحه روی و ما میتونیم که این صفحه روی رو عوض کنیم چون که این که هست بسیار نازک و باریکه و او یکی دیگه پنتره برای همون سر روز میزنه و حالا نتیجهش شما بعدا میبینید انشالله. بخاطر که فیلم من زیاد نشه من کم کوتاه‌تر میکنم که تایی مثلا پیچا و تخت رو عوض کنم و نخوارم نخش عوض کردم و هر سه تا نخ باید یک رنگ باشه. بعد از رو پایینش میزنم. الان آوردم زیر ماشین نخ کردم و کاربردی رو عوض کردم، یعنی تخت و چیزای رو عوض کردم و زیر کارش باید این ماشین عوض بشه به خاطر که ما این مقبول خیلی ظریف کاری کنه. ظریف بودیده به این دامن حالا میدونم برای شما نشان میدم.
ببخشید یکم طولانی تر میشه و به خاطر که پایین از این دامن از این خیلی بزرگه کلونه برای همین نمیتونم قطع کنم. اگر قطع کنم جالب نمیایه و باید یک ذره هم همونطور کش کنم که پایین از این یک حالت دیگه به خود بگیره. کم دیگه مونده کامیرم بزنم برای شما نشون بدم پایین دامن نگاه کنیم. اینا پایین دامن به این صورت زد، خیلی هم مقبول و ظریف میبینیم کارش بسیار پرفکته و دامن از این کلی به این صورت پایین زدم. حالا میرسیم اتوکاری از یک اتو میزنم تموم میشه و بقلای اینا هم تنگ میکنم. بله دوستای گل، خواهرای عزیزم، همونطور که گفتم پیرهن قدش کوتاه کردیم، خیلی هم بسیار عالی و مقبول شد و تمام شد و بعد کارا بالاتنی باید تنگ کنم و اونم تنگ میکنم و از شما میخوایم که خواهشاً لایک و فالو یاد شما نره. هر چی که مینویسیم قبول دارم، کومنتارهای خوبی بنویسیم برای من که ایرادش چی بود و اینا هم در خدمت شما هستم، توضیح میدم و هر کسی نظری داره نظرشون قابل پذیرایی است. لایک فالو یاد شما نره. خدا حافظ شما تا ویدیوهای بعدی رو انشالله در جریان میذارم.